این عکس‌ها و فیلم‌ها مربوط به آش خانم 78 ساله‌ایه که به علت آرتروز شدید زانوها دیگه قادر به راه رفتن نبود و از عصا و گاهن واکر استفاده میکرد. آش خانم خیلی دوست داشت که دوباره بتونه بره مسجد و نمازش رو بتونه بدون استفاده از صندلی بخونه. خدا رو شکر عمل موفقیت آمیز بود و آش خانم تونست به آرزوش چند وقت برسه. عمل شدی؟ 2 ماه 4 روز. الان کامل 4 زانو میشینی دیگه نه؟ آره آفرین. تعویض مفصل کردیم؟ نه من واسه این دارم میگم تو فیلم میخوام بدونیم. آره تعویض مفصل کردی دیگه هر تا زانو رو. آره خراب بود زانوها در دو تعویض مفصل کردی. الان دیگه راحت 4 زانو میشینی بعد از 2 ماه. آفرین. برس. باری کرد. خانم رفیعی ببین چون خودت رعایت کردی اینقدر خوبه، ولی توصیه میکنیم که اینقدر 4 زانو نشینی دیگه. آره ولی میتونی اگه بخوای. آفرین باری کرد.